یک کار بنده در طول 3 سال گذشته انجام دادم، از سال 95 و سال 97 موفق شده محقق بکنم. یک قسمت از همین بحث شرکت نفت بحث هدفمندی یارانه ها بود. یعنی ما قرار بود که آب و برق و گاز و همه اینا رو گران بکنیم، در کنارش هم درآمداشو بریزیم توی صندوق. گران کردیم و نریختیم توی صندوق. قرار بود بریزیم تو صندوق و 50% بدیم به مردم، 20% بدیم به کارکنان دولت که زیر آب خفه نشن، این آب وقتی میاد بالا، و 30% بدیم به تولید خفه نشه. سال 1395 که من برنامه ششم رو مسئولیت داشتم می نوشتیم، به دولت گفتم که ما سالانه چقدر درآمد داریم از این محل که گران کردیم؟ گفت 31,000 میلیارد تومان. گفتم چقدر به مردم میدیم؟ گفت 42,000 میلیارد تومان. گفتم 11 از کجا برمیدارید؟ گفت از بودجه آموزش پرورش و آموزش عالی و از جاهای گوناگون برمیداریم بزنیم روی یارانه ها. چرا؟ حالا انا میگم چرا. های توکلی عزیز. 95 گفتم که من نشستم حساب کردم. میدونی حامله انرژی 9 تاست دیگه. بنزین، نفت گاز، نفت کوره است، CNG، آب، برق، 9 رقم. نشستم حساب کردم، دیدم که 87,000 تاست درآمد ما، نه 31. 56,000 تا اختلاف؟ بله. چجوری اون وقت؟ حالا الان میگم که با چرتکه هم آدم بزنه اگه اینقدر. همین دیگه، منم اینجوری حساب کردم. گفتم چطور میگید؟ ما روزانه 84 میلیون لیتر بنزین میفروشیم. اون وقت گفتم که 80% لیتر 1 تومن میفروشیم. درسته. 20% 1,200 میفروشیم. میانگینش میشه 1,71. گفتیم ما به تفاوت روزی که این قانون رو وضع کردیم 100 تومن بود. 100 تومن از 1,71 برداریم میشه 971. 84 میلیون لیتر ضرب در 971 تومن ضرب در 365 روز میشود 26,600 میلیارد تومن فقط هم یک فقط بنزینش، نفت گازش و آب و برق. به مرکز پژوهشم گفتم شما هم حساب کن. اونم حساب کرد گفت 85 تا. مرکزی گفتم شما هم حساب کن. اونم گفت 86 و 500 تاست. آمدیم تو مجلس پیشنهاد دادیم، مجلس رأی نداد. چرا؟ من گفتم 87 تاست. آقای نوبخت فرمودن 31. آقای لاریجانی رئیس مجلس بودن فرمودن این میگه 87 اون میگه 31. بررسی کن، دیوان محاسبات بررسی کنه ببینیم کدوم راست میگه. دیوان محاسبات بررسی کرد گفت نه این درست میگه نه اون، 36 تاست. الله اکبر. حالا خوب دقت کن. خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. نگی چرا میخندی؟ اعصاب آدم به هم میریزه. خب آقا هیچ اون سال ما موفق نشدیم از مجلس رأی بگیریم. برای 36 تا رأی گرفتیم. 36 تا رأی دادن. 50 تا این وسط محل ابهام ما. حالا جالبه کل پولم 1 ریالش به خزانه دولت واریز نمیشد. خودشون در می آوردن خودشون خرج میکردن. خوب شد سال 96 بودجه 96. منم همه دانشگاه سخنرانی کردم، گفتم در همین شهر تلویزیون یک 2 بار مناظره اعلام کردم آقا 87 است. دولت یه بیانیه علیه من داد که آقا اصلا اینجوری نیست، دروغه و اینجوری نیست. سال 96 که بودجه رو می‌نوشتیم من در یک جلسه بودم، مشاور محترم رئیس جمهور آمد گفت آقای روحانی میگن که این برنامه که شما میگید چیه؟ گفتم با آقای روحانی بفرمایید من میخوام 87,000 میلیارد تومان پول 20 آب رو بریزم تو حساب خزانه شما خرج کنه، شما نمیخوای؟ چی از این بهتر؟ با تشکر. فردای نوبخت تشریف آوردن مجلس به من گفتن ما هم پشتیبانی میکنیم رو 87 چون به نفع دولت سازمان برنامه است. حالا که قرار شد بره تو حساب این ورد هم به ضرر نفت. خب آقا رفتیم کمیسیون تلفیق بررسی کردیم 87 رو پذیرفتن. دیوان محاسبات کجا بود اون موقع؟ حالا دیوان محاسبات همون روز برای من یه نامه آورد که 87 درسته وقتی مسبب شد. عجب داستان. حالا خوب گوش کن. بردیم تو صحن مجلس گفتن 87 گفتن آقا بالاخره مشروع شده بود. گفتن آقا جدول آقای حاج بابی رأی آورد. من گفتم که مخالفم. گفتن یعنی چی؟ شما 10 سال داری فریاد میزنی تلویزیون آبرو هم. گفتم مخالفم. گفتن چرا؟ گفتم 87 مال 95 بوده.
الان بیشتر از 96 من بررسی کردم 102,000 تاست.